سومون محمدبیکوف پهلوان 25 ساله توجیک روز 30 یولی سال 2024 در بازی‌های تابستانه المپی در شهر پاریس پایتخت فرانسه در وزن تا 81 کیلوگرم در مسابقات گشتین جودو یا جودو صاحب مدال برنجی شد. این نخستین مدال المپی تیم تاجیکستان در 8 سال اخیر و نخستین مدال المپی برنجی تاجیکستان از گشتین جودو مدال برنجی رسول باقیف بود که او سال 2008 در بازی‌های المپی پکین به دست آورده بود. راه سومون محمدبیکوف در پاریس تا رسیدن به مدال المپیاد چندان آسان نبود. او در وزن تا 81 کیلو در گشتین جودو قوه آزمایی میکرد. از دوره اول آزاد بود و در دو دوره بعدی اول فوریس بدوی از فلسطین و سپس فرانک دیوید از هلند را شکست داد، ولی در دور چهارک نهایی از قهرمان سه کرته جهان تاتو گرگلاشویلی از گرجستان مغلوب شد. در مرحله قوه آزمایی تسلط بخش سومون محمدبیکوف اول پهلوان ازبک شراف‌الدین بولتابوی و سپس آنتونیو اسپوزیتو از ایتالیا را شکست داد و نشان برنجی المپی را به گردن آویخت. در وزن تا 81 کیلو مدال طلا نصیب تاکانوری ناگاسا از ژاپن گردید. او در دور نهایی تاتو گرگلاشویلی را شکست داد. سومون محمدبیکوف 24 مارس سال 1999 در شهر ایرکوتسک روسیه در خانواده زادگان نویه ونج مویانشاه محمدبیکوف و جمیله پروانایوا به دنیا آمده است. سومون همگی 6 سال داشت که در تالار مکتب جمهوریوی مهارت عالی ورزشی در نزد مربی شناخته گشتین سامبو محمد شریف سلیمانوف به مشق گشتین سر کرد. تیرماه سال 2008 امک سومون ایرگاش محمدبیکوف که در روسیه همچون مربی گشتین کار فعالیت داشت برای عیادت والدان به تاجیکستان آمد و در بازگشت سومون را برای ادامه تمرین به ایرکوتسک برد. سومون محمدبیکوف بعد این مشق گشتین را همراه امک بچه‌اش محمدبیک در ایرکوتسک زیر نظر امکویش ایرگاش و فاطمه محمدبیکوف ادامه دادند. اما در حالی که بعد به وای رسیدنشان محمدبیکوف در مسابقه‌های بین المللی تحت پرچم روسیه هنرنمایی میکرد و حالا به دلایل تحت تحریمات بین المللی قرار گرفتن روسیه همچون ورزشگر بی‌طرف میدانداری میکند. سومون محمدبیکوف در مسابقه‌های بین المللی از اول تحت پرچم تاجیکستان به میدان میبرآمد. سومون محمدبیکوف اولین پهلوان تاجیک است که در قهرمانی جودوی جهان میان جوانان در ماه اکتبر سال 2017 در شهر زاگرب خرواتیا نشان برنجی را به دست آورد. سومون همچنین ماه اکتبر سال 2019 در مراکش نشان طلایی را به گردن آویخت. نخستین قهرمان جودوی جهان میان جوانان از تاجیکستان شد. ماه آگوست سال 2019 در قهرمانی جودوی جهان میان مردان در توکیو سزاوار مقام افتخاری پنجم شد. 23 نوامبر سال 2019 در شهر اوساکا ژاپن در مسابقه با نفوذ توسکولوی بزرگ اوساکا سزاوار مقام سوم گردید. همین طور سومون محمدبیکوف روز 21 می سال 2024 در چمپیونات جهان عاید به گشتین جودو در شهر ابوظبی امارات متحده عرب بعد 17 سال دستاورد پهلوان شوریچور رسول باقیف را تکرار کرده و صاحب مدال برنجی المپی پاریس شد.